چی معنوی میتواند بالای سجده حل کند، دست دعا بردارد و هر مشکلاتی دارد از خداوند منان طلب کند. الله سبحانه و تعالی حاجت‌های او را برآورده می‌گرداند. و در حدیث دیگری که از خود حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت است در مشکات المصابیح در اول کتاب ایمان آورده است که ان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم ابتلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد شعر لا یرى علیه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه و وضع کفيه على فخذ. مدگی نبود اما خستگی در او دیدن نمیشد. لباسش نهایت سفید بود و موی سری نهایت سیاه داشت و نزد پیامبر علیه السلام نشستند. زانوهاشون را به زانوی رسول الله نزدیک کردن و دستها بالای زانو گذاشتن. اشاره به این است که این آدابی نشستن و دستها بالای زانو گذاشتن اشاره به این است که این آدابی نشستن و آدابی سوال کردن است. و از پیغمبر و دیگر تا زمانی که انسان باهوش است و عقلی او در جا است باید که نماز را ادا کند و نماز هیچگاه از ذمه او ساقط نمیشد. اما برای خواهران باشد عادت‌هایی دارند، وقت‌هایی دارند که آنها از این عبادت آزاد هستند. و دیگر با اجماع امت است، یعنی هر یگان فرد همه مسلمانان اتفاق دارند، همه فرقه های اسلامی اتفاق دارند که نماز برای امت اسلامی فرض است. و سببی پیشتر هم که اشاره کردیم نماز گزاردن سببی وارد شدن انسان است به جنت، یعنی نماز عبادتی است که انسان را وارد جنت میکند و داخل جنت میشود. و خود مسئله نماز 5 وقته همچنانی که در روایت امام مسلم آمده است از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غامر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. یعنی هر یک فرد مسلمان وقتی که 5 مرتبه در یک جوی شستشو میکنه خدا البته چیرکه در وجود او باقی نمیموند. مثلا نماز 5 وقت هم به مانند همین است. وقتی که انسان عبادت میکنه نماز رو میخواند که گناهان صغیره او به سبب گزاردن نماز بخشیده میشه. و دیگر اینکه در حدیثی که از حضرت از ابی فراس ربیعه ابن کعب اسلمی خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که از اهل صفه بودند. گفتند كنت ابیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فآتيه بوضوئه و حاجته فقال سلني فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. یعنی یک صحابه کبار که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خادم او بودند وقتی که آب طهارت او را و دیگر حاجت‌های وضو او را آماده کردند پیامبر علیه السلام از خدمت این صحابه بسیار خوشنود شدند، بسیار خرسند شدند و گفتند بخواه از من اون چیزی که می‌خواهی. گفتند که می‌خوام همراه تو در جنت باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یگان درخواست دیگر نداری؟ گفتند همین است درخواست من. پیامبر علیه السلام گفتند که نباشد درخواست گفتم که همون است. گفت فرمود همونو ما رو با کثرت سجود بر خویشتن یاریدی. یعنی توصیه کردن را که یعنی بی‌پروا نباش بلکه با خواندن نماز بسیار سجده کردن نفس خود را آماده کن. چون که یعنی سجده کردن بسیار خواندن نماز بسیار سبب داخل شدن بر جنت است. در ضمن این حدیث مبارک بزرگان بسیار خوب فرمودند که شرف مرد وجود است و کرامت به سجود
هر کی این هر دو ندارد عدمش به حیز وجود، یعنی شرافت انسان، کرامت انسان به جود و کرامتش به سجود است. یعنی انسان را خداوند آفرید. در قرآن عظیم شان می‌فرماید استعیذ بالله ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی انسان و جن را تنها برای عبادت خودم آفریدم. و در ضمن آیه‌های مبارک گذشتگان ما بزرگان بسیار با طریقه نظم، با طریق ساده و روان برای ما نوشتند که تا اینکه ما از گفته‌های آنها بدانیم و بفهمیم که نماز چگونه عبادتی بزرگ است و عبادتی است که فریضه بر امت اسلامی برای هر یک فرد مسلمان فرض است که این عبادت را انجام دهد. چنانچه شیخ سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوریم. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که فرمان نبری. یعنی انسان خداوند همه نعمت‌های دنیا را برای انسانیت آفریده است تا اینکه از اینها استفاده کند و خدای خود را بشناسد و عبادت خود را انجام دهد. و دیگر وظیفه‌های فرد مسلمانی است که بعد خواندن نماز باید دعای خیر کند. یعنی خود نماز دعا است و هر مشکلاتی که حتی حضرت پیغمبر علیه السلام در یک حالتی که اگر محزون میشدن، غمگین میشدن، با حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگفتن که اریحنا یا بلالو، یعنی حضرت بلال امر میکردن که از آن بگوید تا اینکه نماز بگیرن و از نماز راحت میگرفتن. یعنی هر فرد مسلمان هم وظیفه دار است که هم وظیفه مؤمنی و بندگی است که باید برای انجام دادن بندگی خود از عبادت خداوند سرپیچی نکند و دستورات خداوندی را به جا بیارد، چون که همه دغدغه‌های انسان غالبا برای مادیات است، برای معنویات خود، برای آخرت خود هم چیزی بنیاد کند. چون که صاحب چهار کتاب هم بسیار خوب می‌فرماید که خواب شب تا به روز بهر گور خود چراغ برفروز. یعنی خواندن نماز، اطاعت کردن، عبادت کردن، تلاوت قرآن کردن، این معنویات، این عبادت هایی هستند که انسان هم در دنیا و هم در آخرت و سربلند می‌گرداند و سعادتمندی انسان هم در همین است. چون که یگانه آن چیزی که انسان را هیچ وقت رها نمی‌کند، از انسان دور نمی‌شود، هم در این دنیا هم در آخرت همراه او است، این همون گزاردن نماز است. حتی همه چیزی که انسان دارایی که ماده‌ای که دارد وقتی که از عالم چشم می‌پوشد میماند، فقط عملی او، چه عملی که انجام داده باشد و چه عملی که کرده باشد با همه عمل‌های خود دنیا را ختم می‌کند، دنیا را از دنیا کوچ می‌بندد. یعنی نماز هم عبادتی است که انسان را هم در دنیا و هم در آخرت سربلند می‌گرداند. و در تاریخ فرضیت خود نماز گفتیم که در شب معراج، یعنی در شب 27 ماه رجب 5 وقت نماز در روایت مشهور بر امت اسلامی فرض شد و نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشد اگر 1.5 سال پیش از هجرت بر امت اسلامی نماز فرض شد و تعداد رکعات نماز اون چیزی که قبلا هم اشاره کردیم در خود قرآن صراحتا نیامده است و طرز گزاردن نماز هم اینا بر عهده احادیث نبوی و کتاب‌های فقهی است که در آنجا برای هر یک رویه و هر یک مذاهب اسلامی برای خود دستورات دارد. یعنی آن برشته تحریر در آورده شده است، خصوصا در مذهب حنفی که پاسخهایی که از ما می شود همه طبق خودی همین مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است. چون که کشور ما کشوری مذهبی است و عبادت هایی که ما هم انجام می دهیم غالبا به مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب های فقهی که دارند همه اینو چیز ساده نیستند. هر یک مسائلی که برشته تحریر در آورده شده است حداقل مورد بحث قرار می گرفت، بعدتر اختلاف های یک طرفه می شد، آنگاه اجازه و نوشتن می شد. یعنی خلاصه از اون جمله کتابایی که مشهوره که در
خود ما از جمله مختصر الوقایه یا شرح وقایه یا هدایه، این کتاب‌هایی هستند که اون مسائل فقهی که در اینجا جمع آورده شده است همش هم از دیدگاه حدیث، هم از آیات‌های قرآن عظیم شان و هم اجتهاد مجتهدان با یک اتفاق در اینجا نوشته شدن. البته اختلاف نظر خواه نخواه در مسائل فرعی عملی دیده میشه. مثلا در خود کتاب حکایت صحابه یا کتاب با نام فضائل اعمال که شهرت دارد، ما در اینجا ببینیم اگر بین خود مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بین مذهب امام شافعی رحمت الله علیه در 4 رکعت نماز قریب 800 تا مسئله اختلافی محققان شماره کردند. یعنی مسائل فرعی مسائلی هستند که جای اجتهاد دارد، چون که دین مبین اسلام آزادی بیان دارد. البته هر یک دانشمند اندیشه خود را بر خود خود را از دین، از آیات‌های قرآن یعنی میگوید و بعدی با اتفاق آمدن اون چیزی که برای با اتفاق آمدن در یک طرف کردن اختلافات بر رشته تحریر در آورده می شود. البته این مسائل است که باید در بین خود مسائل اختلافی در بین خود علما است. اما چون توصیه های امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که باید که طالب علم با مسائل اختلافی دست نزنند. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گوش کردین؟ لابای. الو. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیم الو. سلامت باشین، خداوند یارتون باشه شما را. البته این برادر سوال می‌کرد که میگویند که در وقت قیام گزارده نماز درست نیست و در شرایط پیشین وقت‌های نماز، ساعت‌های نماز با واسطه با فصل‌ها با سایه معین می‌کردن، مشخص می‌کردن، با قدم هر یک فصل هر یک ماه با اون معین مشخص می‌کردن. در شرایط فعلی که علم امروزه پیشرفته است، با ساعت‌های نجومی یا اینکه ساعت‌های فلکی معین کرده می‌شود. ما بینیم بعد خود متن مختصر هم میگه که بالای جزء صلات و سجده تلاوت و صلات جنازه این در طلوعها و قیامها و غروبها، یعنی در این سه وقت نماز گزاریدن را کراهیت گفتند و خود قیام را با در وقتی راست شدن آفتاب معین مشخص کرده میشن. ما گفتن نماند که شادروان عبدالشریف باقی‌زاده مرحوم عضو شورای علمای جمهوری تاجیکستان در کتاب خود فقه اسلامی بر اساس مذهب حنفی این مسئله را بسیار خوب شرح دادن، هم با خط کریلیکی. یعنی ما دو نوع نهار داریم، هم نهار شرعی داریم و هم نهار فلکی داریم. معین کردن وقت نماز قیام با نهار فلکی است. البته نهار شرعی از دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب است و نهار فلکی یا که نهار نجومی میگن یا با اصطلاح امروز نهار استروفیزیکی، یعنی با تقدیر از طلوع آفتاب تا غروب، یعنی بین همین وقتی قیام است حدود از 3 تا 5 دقیقه منتظر میشن، بعدتر میتونن که نماز خود را ادا کنند. و برای دانستن اینو فهمیدن این خوبتر هر ماه مرکز اسلامی الحمدلله که وقت‌های نماز را نشر میکند، حتی در جریده ها، در گزیته های هفته‌نامه‌های وطنی هم چاپ میشوند، از اون جمله در گزیته عائله چاپ میشود. هر ماه وقت‌های نماز میتونن استفاده کنن و اونجا مشخص معین شده است که طلوع آفتاب کی است و غروب آفتاب کی است. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب حساب میکنن و بین آن قیام است. حدودی آن دقیقه‌ای که ذکر کردیم در همون وقت، یعنی خواندن نماز نه فقط یگان نوع نماز و سجده تلاوت و صلات جنازه حتی چی دارد کراهیت دارد. اما ما ببینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتند که یا علی لا تؤخر ثلاثا الصلاة اذا اتت و الجنازه اذا حضرت
والائمه اذا وجدت الله کفوا. یعنی سه کار رو تاخیر نکنفتن. نماز را وقتی که وقتش آمد تاخیر نکن، در وقتش در اول وقتش بگذار و این چنین جنازه را حاضر کردن، مانع نشد در جنازه را ادا کن و پسر بچه یا دختر بچه‌ای که به سن مناسب رسیدن برای شوهر کردن جفت مناسب خود پیدا شد، او را دیگر مانع نشد، باید که پسی بخت شود. اشاره به سوی این است که هر یک نفس، هر یک چیز برای اسلام غنیمت است و در حدیث دیگر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که شتاب کنید به سوی نماز پیش فوت شدن کوشش کنید که نماز را فوت نکنید و عجلوا بالتوبه قبل الموت، یعنی با توبه کردن هم شتاب کنید پیش از مرگ. یعنی کوشش کنید که نماز را قضا نکنید و اینچنین تلاش کنید تا اینکه پیش از فوت، یعنی توبه با کمبودی خود توبه کنید. خب پیش وقت‌های نماز پیش وقت‌های لبن. السلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال دارم من برادر عزیز. بفرمایید. دایر با همین در وقتی همین خنوکی تیمم کردم. خب سلامت باشید. البته در باب تیمم سوال می‌گردد. تیمم دین یسر است، دین مشقت نیست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شأن می‌فرماید یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، یعنی مشکلات را بر بندگانش نمی‌خواهد و هر بنده را موافق تواناییش امر می‌کند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شأن می‌فرماید است لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وقتی که انسان بیمار است یا اینکه خنک است، سردی است، البته در شهر باشد از امکان بیرون است که انسان در شهر امکان نداشته باشد یا شرایط نداشته باشد. اگر در یک حالتی باشد که آب گرم پیدا نشود، امکان نداشته باشد، البته شریعت برای او اجازه داده است که تیمم کند، نماز خود را ادا کند. و یا اینکه بیمار است، طبیبان برای او، طبیب حاذق مسلمان برای او توصیه میکند که باید به خود آب نرساند، یا که در یگان بیابان صحرا است آبی دارد که فقط برای نوشیدن او کفایه میکند. اگر او را در طهارت استفاده کند خوف هلاک یا که خوف چی دارد، در آن صورت میتواند که با تیمم نماز خود را ادا کند، چون که تیمم خلیفه است و نیت در تیمم فرض است و فرضا دارد که یکی ضربه زدن برای چهره و یک ضربه زدن برای دست‌ها و میتواند که با این تیمم خود تا مانند وضو تا شکننده های وضو بارون نشود، میتواند که با اون نماز با تیمم نماز خود را ادا کند. این چنین علاوه بر اینکه اگر رفت تیمم کرد و در این حالت اگر آب پیدا شد تیمم او بیکار میشود، باید که از آب استفاده نماید. و دیگر اینکه در وقت‌های نماز چه اشاره کردیم قبلا محسوس لبن. سلام علیکم دوله عزیز. و علیکم السلام. ما خیلی از صحبت‌های شما بهره‌مند شدیم. سلامت باشید. سوال دیگر بفرمایید. در همین کدام حالت در نماز سجده سهو واجب می‌گردد؟ سلامت باشید. خب البته همچنین که در شرایط فعلی همه مسائل فقهی، مسائل مذهبی با خطای کلینیکی و اینچنین با خطای فارسی البته هستند و با خطای امروزه که مردم استفاده میکنن کتابات چاپ شدن، سجده سهو فقط در حالت ترک کردن واجب یا تأخیر فرض میشه. یعنی از اون جمله خوندن اتحیات که در قعده اول ششتنش هم خوندن اتحیات واجب است، وقتی که ترک واجب شد اون سجده سهو انجام میدهد. فقط فرقیتش همین است که اگر رفت امام باشد باید که به یک طرف سلام بدهد
چون که اگر رفت امام به طرف سلام بدهد اگر مردم مشوش میشوند و اما اگر تنها گذار باشد او مخیر است، میتواند که یک طرف سلام دهد، میتواند دو طرف سلام دهد. البته بعدی تشهد اول تشهد رو میخواند بعد سلام میدهد. سجده سهو جبر و نقصان همون نماز است، یعنی کمبودی که در نماز میشود با سجده سهو ساقط میشود. اگر رفت سجده سهو رو فراموش کرد نماز او درست میشود. اگر قصدا سجده سهو نکرد اگر دیده و بدانسته او نمازش رو دوباره میخواند. و اشاره کردیم که قبلا هم گفتیم یعنی وقتهای نماز سالهای پیشین با طریق علمی نبود، یعنی محسوس بود، با وقتهای معین با سایه معین میکردن مشخص میکردن. اما در شرایط فعلی که با پیشرفت علم و امروزه این حالتهای امروزه ما بینیم همه ساعتهایی که اسلامی هستند به هر کدام وقتهای معین خود را برای نماز برآوردن. اما فقط همین است که در دمیدن صبح اگر ما نگاه کنیم ما دو نوع چشم داریم، یعنی هم چشم مسلح داریم هم چشم طبیعی داریم. امروز علم امروزه که پیشرفته است بسیار معین کردن با چشم‌های مسلح است، یعنی با بینوکل ها معین میکنن دمیدن صبح را میگویند. اما با چشم طبیعی اگر ما بینیم کمی فرقیت ها در اینجا وجود دارد. به هر تقدیر خصوصا نماز بامداد صراحتا چگونه پیش اشاره کردیم در قرآن این چیز نیامده بلکه اشاره شده است. اما احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو بیان کرده است، چون که جبرائیل علیه السلام و پیغمبر علیه السلام اومده امامتی کردن هم در اولی وقت و هم در آخری وقت و این رو برای تاکید کردن که این اولین وقت است و این آخری وقت است. و صبح صادق یعنی برای نماز بامداد است که باید نماز رو بخونیم و این نماز پیشین و این خاطر پیشین میگن که اولین نمازی که حضرت جبرائیل علیه السلام و پیغمبر رو امامت کرد این نماز پیشین بود یا اینکه نماز ظهر بود. و مهم اساس همین است که انسان در بالای جای نماز برآمدن و گزاردن نماز باید که مخلصانه باشد، یعنی با اخلاص نماز ادا کند. نماز عبادتی است که اگر انسان با فلسفه و حکمت های نماز اگر سرفهم برود هم در دنیا و هم در آخرت سربلند می شود و نماز عبادتی است که انسان را انسان کامل می سازد. چنانچه خداوند منان در قرآن عظیم شان می فرماید این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز عبادت است که انسان را از تمام کارهای نامشروع از تمام کارهای نامقبول نگه می دارد و انسان را برای راست هدایت می کند. فردی که با فلسفه و حکمت نماز سرفهم می رود و با آن عمل می کند هم فایده او در خانواده‌اش هم در جامعه‌اش هم در آن مکانی که زیست می کند و همگان می رسد. چون که شخص نمازی منفعت بسیار هم به خود خانواده دارد و هم به خود جامعه دارد. وقتی که یک انسان از کارهای فحش و منکر دور می شود و یک انسان مفید محسوب می شود، چون که هر یک انسان می داند که از این نفر یگان زیان و ضرری برای او نمی رسد. یعنی برای همین در دعاها ما دعا میکنیم که خداوند این نماز ما را به درگاه قبول کن و این نماز را برای ما نزن. یعنی در دعا آمده است و این چنین نمازهایی که با ریا باشد به اخلاص باشد اگر این نمازها برای چنین نمازخوانها الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره ماعون وعید کرده است که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی اشاره به این است که ما هم وقت کوشش کنیم با اخلاص تام و عبادت‌های فرموده خداوند شروع کنیم و این عبادت را با صدق انجام دهیم. چون که بزرگانم شیخ سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید که نماز کسر صدق و صفا نیست گرد در کعبه بگذاری روا نیست. هر یک نماز باید با صدق و صفا و با یک اخلاص تام باشد تا اینکه برای انسان هم در دنیا و هم در آخرت منفعت داشته باشد و صاحب ثواب کامل بگردد. و وظیفه هر یک فرد هم است که وقتی انسان البته پیش از اون که با بالای سجاده میبرد وضو میگیرد باید کوشش کند سعی کند تلاش کند که طهارت کامل داشته باشد. با طهارت وقتی که انسان طهارت میکند همه اعضایی که او را شستشو میکند البته منفعت برای هم منفعت‌های اخروی دارد هم منفعت‌های دنیوی دارد. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارک گفتند که امت ما از همون
موتی اومد و از روی خواندن نمازشون از اون اعضاهایی که در طهارت میشویند از اون اعضاها نور فواره میزند در روز قیامت پرسیده چگونه امت خودت را میشناسی؟ گفتن که با این علامت ها اونها را من میشناسم که از اون اعضاهای اونها نور فواره میزند. یعنی باید که کوشش کنیم، سعی کنیم، تلاش کنیم و این عبادت را کاملا انجام دهیم. یعنی نماز را انسان باید که با یک آرامیش، با یک تأنی خوانده شود، چون که در یک حدیثی آمده است که پیغمبر علیه السلام در مسجد نشسته بودند، نفری آمد نماز را سراسیمه‌وار خواند و وقتی برگشتن و پیغمبر علیه السلام سلام دادند، از پیغمبر گفتند که سلامی را برگرداندند، گفتند سلی فإنک لم تصلی، برو سر نماز خود را ادا کن. بعد دو مرتبه آمدن باز سلام دادن، پیغمبر علیه السلام گفتند سلی فإنک لم تصلی، برو نماز بخوان تا اینکه تو چون که نماز نگزارده. و در مرتبه سوم پیغمبر علیه السلام پرسان شدند و طرز خواندن نماز را برای او نشان دادند. و در حدیث دیگر هم آمده است که پیامبر علیه السلام میگن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز بخونید همچنانی که مرا میبینید که نماز میگذارم. نگفتن که صلی کما اصلی، یعنی نماز بخونید همچنانی که من میخونم، چون که اون طرز و اون طریقه و با اون خشوع و با اون خضوعی که پیغمبر علیه السلام نماز میگذارد، البته هر یک فرد مانند اون نماز گذاریدن خود توانایی ندارد. نماز عبادتی است که شاهستون دین است. یعنی نماز در همه کارهای انسان، هم در کارهای دنیویش و هم در کارهای اخرویش برای انسانیت منفعت دارد و بنده را همه وقت به این تاکید کرده می شود که باید با نماز باشند، از نماز دور نشوند و هم منافع دنیوی دارد هم منافع اخروی دارد و باید که به عبادت کردن همیشه آماده باشند و عبادت کنند، چون که نماز پیش از آن که بالای قبلا گفتیم پیش از آن که به نماز می رود اول انسان بنده مومن طهارت میکند، چون که خداوند در قرآن عظیم شان در سوره مائده میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. یعنی خداوند ندا میکند که بندگان وقتی که به سوی نماز میخیزید و حالا که شما طهارت ندارید، به طهارت هستید، همین اعضای چهارگانه فرضیه که در طهارت معین مشخص شده است اونها رو بشید و با نماز قایم شوید و نماز را کاملا ادا کنید. و این خود طهارت هم باشه، هم فایده های دنیوی داره هم فایده های اخروی دارد. از بسیار بیماری ها یعنی با سبب طهارت انسان نجات می‌یابد. و توصیه های دینی، اون چیزی که خداوند برای بنده مومن توصیه کرده است، اون چیزی که برای بنده مومن فرموده است، از منفعت بیرون نیست، چون که خداوند انسانیت را آفریده است و می‌داند که برای انسان چی منفعت دارد و چی ضرر. همه برد و باخت انسان در این است که از گفتگوی خدا بیرون نشود و تا اندازه که توان دارد، قدرتی انجام دارد، موافق توانایی خودش عبادت الله سبحانه و تعالی را به جای بیارد. البته با آن درجه‌ای که خداوند سزاوار پرستشش ما از عهده آن عبادت نمی‌بریم، اما چندی که با وجود عاجزی خود، کمبودی خود، به آن درجه‌ای که ما قدرت داریم و توان داریم و عبادت کردن خداوند منان باید که سرفراز باشیم و کوشش کنیم دوست بداریم که از نماز، از عبادت دور نشویم، زیرا که وظیفه بندگی هم همین است. وقتی که انسان خدا بنده خداوند میگوید، بنده خدا میداند، باید که با عبادت کردن خدا آماده سازد و همیشه باید که پایبندی دستورات شرعی باشد و عبادت لبک. سلام علیکم و علیکم السلام. الو لبک گوش کردید؟ سلام علیکم اکادم رو. علیکم السلام. امی یک سوال داشتم اکادم. بله. سنت نماز بنده در خانه خونده شود بهتره یا که در مسجد؟ سلامت باشن. خوب. سلامت باشن.
البته در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که خانه های خود را قبرستان قرار ندهید، یعنی سنت های نماز را در خانه ادا کنید و با ذکر با تسبیح گفتن تا مسجد روانه شوید. اما بعضی افرادی هستند که مسافر هستند، از راههای دور میرن. لبه. سلام علیکم. علیکم السلام. اکای داملو خوبه شده؟ خدا را شکر. خوب باشه. اکای داملو یک سوال داره. بمالو. اکای داملو همین نماز قضایی را چگونه ادا کرده می شود؟ سلامت باشین، خدا نگهدارتون. خب رحمت اکای انتظاریم. خب. خب نماز قضایی رو ادا کردنش، البته انسان وقتی که خانه در خواب میموند یا فراموش میکند، از این چیزایی است که انسان از اینا در انسان روبرو میشد. طبیعت بشری همین است. وقتی که به یادش زد باید که اون نماز قضایی رو ادا کند پیش از اون که نماز وقتی رو میگذارد. اگر وقتای نماز فرضی تنگ باشد میتواند که اول نماز وقتی رو بگذارد و بعدا نماز قضایی را ادا کند و اون سه وقتی که ذکر کردیم، در وقت طلوع آفتاب و در وقت قیام آفتاب و در وقت غروب آفتاب گزاریدن نمازها کراهیت دارد و دیگر وقتها میتواند حتی بعد عصر هم، بعد دمیدن صبح هم تا بامداد نماز قضایی را ادا کنه. و نماز قضایی فرقش همین است که اگر رفت در سفر فرض کردیم فرد نماز را قضا کرده باشد، اگر در خانه وقتی که میخواهد قضایی را انجام میدهد قضای دو میدارد. اگر رفت در خانه قضا کرده باشد در سفر قضای آن را دارد، البته قضای چهار میدارد، چون که سفر و غیر سفر تغییر نمیدهد، فایده قضایی را تغییر نمیدهد. لبه. سلام علیکم. علیکم السلام. اکای داملو یک سوال داشتیم. بمالو. خب جنازه غایب خواندن چه حکم دارد؟ سلامت باشین از ببر. خب خدا نگهدار باشه. خب در مسئله جنازه غایب البته نظرهای زیاد است. خود غایب یعنی جنازه یعنی جسد همون میت در پیش امام وجود ندارد. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن امام میت رو شرط است، یعنی دیدن خود مردم نمازگزار نه، اما خود امام باید که اون جسد رو ببینه و نماز رو بخونه. البته در اینجا نظرهای زیاد است. یکی از این نظرها این است که مطلق جایز نیست. این نظر امام ابو حنیفه و امام مالک و دیگران است. بعضی مذاهب دیگری اهل سنت این را جایز می‌دانند، از اون جمله امام شافعی رحمت الله علیه. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جنازه غایب بر نجاشی یعنی شاه حبشه گذاریدند و بعد از این پیغمبر علیه السلام 2 سال دیگه در قید حیات بودند، یگان جنازه غایب نخواندند و این چنین خلفای راشدین هم جنازه غایب نخواندند. اما جنازه غایب بغیر از نجاشی این چنین معاویه لیثی و زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب، اینها جمله روایت‌های هسته که در اینها را هم جنازه غایب خوانده باشه. اما سند فقط نجاشی این معتبر است که پیغمبر علیه السلام جنازه نجاشی را جنازه غایب خوانده. اصل خود جنازه دعا است. وقتی که فرد از اینو کوچ می‌بندد، هر کجا که باشد میتوانند که در حق اون میت دعای خیر کنند و دعای خیر کنند. لبه. الو سلام علیکم. علیکم السلام. می‌باشید شما مرکز اسلامی زنده هستید؟ بله. یک سوال داشتیم دومو شو خرسان شدیم که شبکه یوتیوب شده شده است. بمالو. همین بعضی ها بعد از نماز شام خوندن باز نماز بخونن، این چه نماز باشد و چه نیت کرده می شود؟ خدا سلامت. البته بعد از نماز شام نماز گذاریدن که در با نام نماز اوابین شهرت دارد، 2 رکعتی نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که و اربعه افضل است در ملوین، یعنی در شبانه روز تا 4 رکعت با یک نیت میتوانند که نمازهای نافله خوانده شود
و نیت این نماز نیت مطلق صلات است، یعنی نیت کردن نماز گزاردن. 2 رکعتی هم میتواند که بخواند تا 6 رکعت نماز اوابین بعد از نماز شام گزارده شود. و این چنین معمولا در کتاب‌های فقهی هم آمده است که پیش از نماز عصر هم 4 رکعت نماز نافله داریم و این چنین پیش از نماز خفتن و بعد از نماز خفتن و حدود قبل عصر و عشاء و بعد العشاء، یعنی نمازهای نافله هستند که اینها گزارده میشه. البته نمازهای نافله، نمازهای هر عبادت شکلی که گفتیم سجده کردن، سجده بسیار کردن و منفعت انسان است و انسان را سبب وارد کردن و جنت میگردند. خب البته انسان یک چیز را نباید فراموش کند که وقتی که انسان وارد مسجد می شود، مسجد چیزی عادتا مردم میگن خانه خدا، وقتی که اونجا می رود باید آداب مسجد را رعایت کند، یعنی لباس های نظیف داشته باشد، با لباس های چرکین، با لباس هایی که حتی بین که پیغمبر علیه السلام در حدیث مبارک گفتن کسانی که از سیر استفاده میکنند و با این خون و خوش از چیزی اونها میاد از مصلی دور شوند تا اینکه آنها آزاری کس نرود. اصلی دین مومن اسلام این احترام است، عزت است. تاکید است که باید انسان ها باید دیگر احترام داشته باشند، عزت داشته باشند. طلبات دین هم از پیروانش همین است، یعنی انسانیت باید با یک احترام زندگی کنند. ما ببینیم در حجت الوداع پیامبر صلی الله علیه و سلم با انواع زیادی مردم خطاب کرده، گفتن یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد كلكم من آدم و آدم خلق من تراب لا فضل عربین علی عجمین ولا عجمین علی عربین ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بتقوا. در همین حجت الوداع پیغمبر علیه السلام ندا کردن یا ایها الناس، این ندای سیاست و ندای قهاریت است و ندای یا ایها الذین آمنوا این ندای شفقت و مهربانی است. حضرت عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که زیاده از قریب 70 جای قرآن الله سبحانه و تعالی بندگان را با ندای یا ایها الذین آمنوا ندا میکند. وقتی که انسان به این ندا گوش میاندازد و میداند که کی او را صدا میزند، خستگی خود را احساس نمیکند. یعنی حضرت عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه که فقیه ترین صحابه بعد از خلفای راشدین است نزد اهل سنت، میگوید که هر جا که خداوند یا ایها الذین آمنوا میگوید گوش انداز که خداوند تو را به کار امر میکند و از کار نهی میکند. و در همین حجت الوداع پیغمبر علیه السلام به این انبیاء مردم گفتن یا ایها الناس، یعنی تحت ندای یا ایها الناس تمام افراد بشریت داخلن، خواه مسلمان باشن، خواه غیر مسلمان، خواه مرد باشن، خواه زن، خواه خود باشن، خواه کلان، همه اینا رو تاکید کرده گفتن که ان ربکم واحد، شما یک پروردگار دارید، یعنی خالق شما یکتاست. و ان اباکم واحد، شما از یک پدر دارید، از یک پدر و از یک مادر به دنیا آمدید. همه شما از آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است. یگان فضیلت عجم بر عرب، عرب بر عجم، یگان سیاه پوست و سفید پوست، سرخ پوست و سفید پوست، یعنی فضیلت ندارد مگر به تقوای الهی، یعنی فقط با تقوا انسان فضیلت و میبینیم که ما عاقبت برای متقیان است، یعنی برای پرهیزکاران است، برای یگان کسی دیگری قائل نشدن، فقط تنها برای متقیان، برای پرهیزکاران. یعنی کوشش کنند بندگان خدا که با تقوا باشند و یعنی صاحب ایمان شدن هم از گفته های خدا و پیامبر استفاده کردن و بندگی را به جا آوردن، این کاری برای فرد مسلمان ضرور است و حتمی است. وقتی که بنده دعوای مسلمانی میکند کوشش کند که از این گفته های دستورات شرعی بیرون نبرد. و سوالی که پیشتر شده بود که سنت نماز بامداد را باید در خانه خواند یا در مسجد، البته خودی سنت بامداد را در خانه خواندنش سنت است. پیغمبر علیه السلام در خانه سنت را ادا می‌کردند و در مسجد با اصحاب کرام نماز فجر را ادا می‌کردند و خودی حجره های پیغمبر علیه السلام از داخل مسجد
دریچه داشتن کشاده می‌درآمدن و اونجا نماز رو ادا می‌کردن. اگر فردی که مسافر باشد از دیگر جا باشد اگر به شهر بیاید البته او در مکان بودباشی معین نداشته باشد میتواند که بیاید در مسجد در یک گوشه نماز سنت رو ادا کند. مثلا وقتی که میاد که میبیند که نماز بامداد شروع شده است و قرائت کرده ایستادن و نماز فجر رو خوانده ایستادن و اطمینان دارد که نماز قرائت طویل میکند میتواند در یک گوشه مسجد رفت سنت رو ادا کند بعد آمانده در فرض حاضر شود. لبه لبه السلام علیکم. علیکم السلام. میگویم که در وقت نماز خوندن چی در وقت قیام نماز خوندن روا نیست. همین در شرایط حاضره قیام رو چخیل اثبات میکنیم چگونه معین میکنیم قیام چخیل باشم. سلامت باشید. این برادرمون در وقت سوال دادن که در وقت قیام ما پیشتر این سوال جواب داده بودیم. خب یک بار دیگر رو تکرار میکنیم. یعنی در وقت قیام گفتیم که ما دو نوع نهار داریم، یعنی نهار شرعی داریم و نهار فلکی داریم. معین کردن قیام با نهار فلکی می شود و در شرایط امروزه مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان الحمدلله هر ماه وقت‌های نماز را به تبلیغ می‌رساند، نشر می‌کند و اینچنین در جریده‌های و گازیت‌های هفته‌نامه‌های وطنی خصوصا در هفته‌نامه اویلا و چاپ می‌رسد. چاپ می‌رسد وقت‌های نماز در اونجا وقت‌های طلوع آفتاب و غروب آفتاب نشان داده شده است. با طرز فلکی یا نجومی یا استرونومی میگن به اصطلاح امروزه. یعنی نهار قیام و معین کردن قیام با نهار فلکی است نه با نهار شرعی، چون که نهار شرعی از دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب است و نهار فلکی باشد از طلوع آفتاب تا غروب است. از وقتی طلوع آفتاب تا غروب ما حساب میکنیم و بین اون قیام میشود و حدود 3 یا تا 5 دقیقه یک لحظه وقت قیام است. بعدا میتواند که خود نماز نافله باشد، خود نماز قضایی باشد، چی نمازی که باشد، خود اگر پیشین خواندنی باشد، اگر نماز ظهر، بعد این میتواند که نماز پیشین را ادا کند. اما امروز در کشور خودمان معلوم است مشخص است که وقتی نماز را مرکز اسلامی چی میکنند و نشر میکنند و اینچنین هر مسجد برای خود وقت‌های مشخصی برای جماعت خوندن دارد تا اینکه خود نمازخوان‌های اون اطراف همون مسجد میدونن که نماز پیشین مثلا در کدام ساعت گذاشته میشه و در همون وقت حاضر میشن و نماز با جماعت دست جمعانه نماز پیشین را ادا میکنن. و سال پیشین البته این علمی نبود، محسوس بود، فقط با سایه معین میکردن، با قدم معین میکردن، مشخص میکردن هر فصل هر موقع. این هم در کتاب‌های قدیمه هست، مشخص معین است. اما شرایط امروزه که این امروزه پیشرفته است خیلی ساده و خیلی خوب شده است برای فردی که میخواهد که عبادت‌های خود را به یگان شکل انجام دهد. برای همین و قبلا گفتیم سنت البته در خانه وقتی که ادا کرد تا آمدن به مسجد باید که سخن بیهوده نگرد، سخن دنیوی نگرد، به ذکر مشغول باشد، به خواندن صلوات مشغول باشد و بیاد نماز بامداد که نماز بامداد باشد یا پیشین باشد فرق نمیکند. فقط نماز بامداد پیش از خود سنت دارد و اینچنین نماز پیشین پیش از خود سنت دارد. دیگر نماز شام یک بار بعد قامت یعنی با فرض شروع میکنند و نماز عصر هم 4 رکعت سنت هست قبل از عصر و اینچنین نماز خفتن هم 4 رکعت نماز قبل امر استحبابی است، یعنی نافله است. هر کسی که وقت داشته باشد، توان داشته باشد، اگر امکان داشته باشد، اگر میتواند که 4 رکعت نماز نافله پیش از نماز عصر و اینچنین 4 رکعت نماز نافله پیش از نماز خفتن و اینچنین بعد نماز خفتن بگذارند و با ذکر با تسبیح و تهلیل روانه به سوی مسجد شود و هر قدمی که به سوی مسجد انسان میزند یک سیئه او از نمره اعمال او محروم میشود و البته هم اون زمین ها هم فردا روز قیامت برای بنده شهادت میدهد و این هم نشانه مؤمن مسلمانی از هر فردی که دائما با مسجد روا میکند، فقط با نیت پاک، با نیت خالص که میرود نماز ادا میکند. و گفتیم پیشا اشاره کردیم که نماز البته مسجد هم آداب خود دارد. وقتی که وارد مسجد میشود
بعد از تلفن‌های موبیلی احتیاط شود و حداقل تا ادا کردن نماز تلفن خود را خاموش کند تا اینکه خلل و یعنی خلل در عبادت دیگران حداقل انجام ندهد. چون که بعضی‌ها در اونجا نماز میخوانند، بعضی‌ها تلاوت قرآن میکنند، وقتی که با اون تلفن صحبت میکنند یا گفتگو میکنند البته خلل ایجاد میکنه، سبب ناراحتی یک نفری بنده مؤمن میشه. همه عبادت دینی اصل دین همین است که بنده باید که از دست و زبان او کسی آزار نبیند و کسی را آزار ندهد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین مسلمان کسی است که از دست و زبان او کسی آزار نمیبیند. یعنی همه وقت ما این در تمام حیات شون زندگی خودمان این رو باید که دستورالعمل خود قرار بدهیم. همه وقت تلاش کنیم، کوشش کنیم که در زندگی خود با یگان نفری از دست و زبان ما زیان و ضرری نبینند. و البته فرقی چیز نمازهای نافله داریم، باز نمازهای با نام نماز تهجد اشاره کردیم. از قول کتاب اولی نام حق میگن، اولی 4 کتاب مولانا شرف الدین بخاری که از بخاراست مولد نسبش و از خراسان علوم مکتسب است، میگوید که یکی خواب شب تا به روز بهر گوری خود چراغ بر فیروز. یعنی نماز تهجد به معنای خیستن از خواب. انسان یک لحظه که خواب میکند وقتی که همه آرام میشود میخیزد و با خاطر جمع با بالای سجاده میبرد و چندی توان دارد موافق خرسندی خود، یعنی باید طبیعتی بالیده، باید چهره کشود عبادت کند. و پیغمبر علیه السلام نمازهای تهجد رو ادا میکردن با وجود اینکه پیغمبر علیه السلام گناههای صغیره اون همه بخشیده شده بودن، یعنی شخص معصوم بودن و حبیب خدا بودن و خداوند در قرآن عظیم شان در یگان بار با نام حتی پیغمبر علیه السلام رو صدا نکرده است یا ایها رسول ندا کرده است. با وجود همین هر روز میگه پیغمبر علیه السلام 100 مرتبه استغفار میکردن و نماز تهجد نماز نافله رو به درجه عبادت میکردن که پاهای مبارکشان ورم میکردن. یعنی بندگان امتان پیغمبر علیه السلام باید که پیغمبر خود را الگو قرار بدهند و موافق دستورات اون پیغمبر عمل کنند و این چیزی است که برای انسان هم در دنیا و هم در آخرت سعادت او را برقرار میکنند. ما ببینیم یک حدیث هم دیگری هست از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که گفتن پیغمبر علیه السلام یا بنی این قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غشم لاحد فافعل ثم قال یا بنی و ذلک من سنتی و من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. رواه ترمذی. یعنی امام ترمذی روایت میکند حدیث حضرت انس که خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، قریب 10 سال خدمت پیغمبر علیه السلام کردند. مادرشون خدمت رسول الله آوردند و گفتند که این غلامک در پسر بچه در شما خدمت کنند، در حقش دعای خیر کنید. اون کس گفتند که پیغمبر علیه السلام ما را با صدای یا بونه ای پسرکم، یعنی اشاره به این است که یک نفر دیگر را برای مهربانی یا پسرکم گفتن از نگاه شرعی ممنوع نیست. گفتن یا بنیه اینقدر تا اگر توانی همیشه کوشش کن که در قلب کینه برای اون نفری نگیری. و پیغمبر علیه السلام هم گفتن و ذالک من سنتی، یعنی کینه ور نبودن، کینه نگرفتن از سنت من است. و کسی که یک سنت مرا دوست بدارد یا که مرا چی جای عمل کردن حتی دوست داشتن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان فضیلت دارد، مرتبه دارد، درجه دارد. یعنی و من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی و هر کسی که مرا دوست می‌دارد همراه من در جنت. این بسیار بشارت بزرگ است برای فرد مسلمان، برای فرد متدین، برای فرد مخلص. کوشش کند که حداقل در خود کینه نگیرد، کینه‌ور نباشد. یعنی بخشیدن هم این کاری آسان نیست، کاری هر نیست. فقط انسان‌های کامل می‌توانند که بخشش داشته باشند. انسان این بخشیدن، بخشندگی صفت خداوند منان است و بنده کوشش کند که یعنی خدا با صفات‌های خداوند را با صفات‌های خداوند
خود را آماده سازد و آراسته سازد، یعنی بخشیده تواند وقتی که یک کس در مقابل او کمبودی میکند. چون که در عادتا از همه کاری آسان برای انسان، برای بشریت این بدی کردن است. از همه کاری مشکل برای انسان این خوبی کردن است. انسان اگر از وسوسه و تلبسه شیطان دور شود و رو به دستورات شریعت و دستورات خدا و پیامبر بیاید، اگر هم سعادت نیکبختی در دنیا هم در آخرت میگردد. این حکمت هایی هست که خداوند برای بندگان خود در قرآن عظیم شان فرموده است و پیغمبر علیه السلام فرستاده است و بعد از پیغمبران علما را باقی گذاشته. این هم که وارثه انبیا هستند و دستورات پیغمبر علیه السلام و مردم میفهمانند، دستور میدهند و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان هم تاکید میکند که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر مسائلی که شما نمیدونید، سرفهم نمیروید، از اهل علم پرسان شوید. ما بینیم اگر پیش از ما گذشتگی علما برای ما همه کتابا رو تصنیف کردن، تالیف کردن و نوشتن تا اینکه از نوشته های آنها، از توصیه های آنها، از مصلحت های آنها استفاده کنید و سبب نیکبختی و سبب خود همین دنیا و آخرتی ما بگردن. خب بنده فقط میتواند که با عبادت کردن، خصوصا با خواندن نماز، چیزی که گفتیم نماز عبادتی است که معراج بنده مؤمن است، یعنی انسان با عروج میکنه و بالا میبرد و این چنین عبادتی بنده است که تلاش کنه، سعی کنه. این نماز عبادتی است که چنان بزرگان میگوید که انسان اگر بخواهد که با خدا حرف بزند و نماز بخواند، یعنی رابطه بنده، نماز عبادتی است که رابطه بنده را با خداوند، با پروردگارش برقرار میکند و در اساسی مسائل عبادی که و فقه، یعنی فقه هم اثر میشه، هم فقه اکبر میشه. فقه اصغر فقه است که در مسائل اصولی اعتقادی بحث میکنند. البته در مسائل اصولی اعتقادی مجال برای اجتهاد وجود ندارد. لبک. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آزادی رفت گفتم پرسنم به معلوم مسئله همین نمازی و خاصه باید روایت 88 صد اومده 80 اومده، یعنی از کدام سمت باید سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب درباره مسافر، البته در شرایط فعلی به همگان معلوم است و همه میدونند که پیر و جوان همه خون و خود سفر میکنند، با یک کشور، با یک جا میروند و مهاجرت میروند. خواهی سفر خالی نیستند. قریب خانواده ای که در تمام دنیا این چیز میچرخد، معمول است، مشروع است، این چیزی انکار شونده نیست. و در مسئله قصر نماز البته قول‌های زیاد، قریب 20 قول درباره نماز، درباره مسافر است و 4 تا آن که مشهور است ما برای شما ذکر میکنیم. یکم که وقتی که سفر شد، نوبسته از اندازه او باید انسان حق دارد میگوید که قصر بخواند. این قول ظواهر، یعنی ظاهریت، داوودی ظاهری. و دیگر قول دوم همین است که مسافه یک شبانه روزه و قول دیوم مسافه 2 شبانه روز صرف کند و قول دیگر مسافه 3 شبانه 3 روزه، یعنی وقتی که سفر میکنه انسان. و داخل اصل مذهب درباره مقداری او چیزی گفته نشده است، فقط اصلش معین مشخص است. وصفیت او یعنی تعداد به اصطلاح موزه کیلومترج میگن، این معین مشخص نیست، اختلاف نظر وجود دارد. و داخل کشور ما البته معلوم است که در 120 کیلومتر از 77 کیلومتر سر می شود. میگه بعضی علما در 77 کیلومتر، مثلا در 16 فرسخ، در 15 فرسخ، در 18 فرسخ، در 21 فرسخ، یا هر فرسخی به مقدار 6 کیلومتر است. اما در
کشور ما تاجیکستان در 120 کیلومتر قصر میکنن. به چه خاطر؟ چون که در خود هدایه آمده است که نزد جمهوری علما 2 مرحله است. یعنی 2 مرحله، هر یک مرحله از 40 تا 45 کیلومتر نشان داده شده است و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 مرحله است. اگر 3 مرحله اگر 40 کیلومتر هم باشد، اگر این به 120 کیلومتر میشه. وقتی که در 120 کیلومتر انسان نماز را قصر میخواند، به همه اون 3 اندیشه نظری که پیشتر قبلا اشاره کردیم به همه اون موافقت است یا اون مخالفت ندارد. اما در غیر این صورت اختلاف خانه‌ها پیدا میشه. و چه خاطر 120 کیلومتر قرار؟ چون که هر یک فرد سالم اگر یک شبانه روز ما اگر حساب کنیم 24 ساعت است. اگر 3 تقسیم کنیم 8 ساعت برای سیر باشد، اگر 8 ساعت دیگر برای خفتن باشد، اگر خورفتن، و 8 ساعت دیگر برای عبادت و برای دم گرفتن. یعنی یک فرد سالم در 1 ساعت 5 کیلومتر سفر میکند. شاید باز زیادتر، اما مابین 5 کیلومتر میشه. و این رو هم در زمانه پیشین در این کشور وطن عزیزمون عیانی معین مشخص کردن. یعنی چند نفر این کار رو پیمودن و معین مشخص شد که هر یک انسان وقتی که 5 کیلومتر میرود، اگر 8 کره 5 40 میشود، در 120 کیلومتر در برای خواندن قصر در کشور ما معمول است و از این کمتر می. یعنی انسان وقتی که نیت سفر کردن میکند 120 کیلومتر مسافت سفر قصد میکند، آنگاه اون مسافرشون میشود و تمام احکام شرعی، رخصت هایی که در شریعت برای او داده شده است میتواند از اون استفاده کند، از قبل خوردن روزه و این چنین خواندن قصر نماز. ما ببینیم و از کجا معین مشخص میشود و در کشور ما ببینیم همه شهر ما از همه طرفات دروازه های خودرو دارد. وقتی که انسان از اون دروازه بیرون میشود، الکی مسافر میشود. تا زمانی که از اون دروازه بیرون نشود، اگر او در حکم مقیم است، حقی بالای مست کشیدن، بالای معصی زیاده از 1 شبانه روز ندارد. وقتی که مسافر میشود و حق دارد که 3 شبانه روز بالای معصی خود مست بکشد و این چنین نمازهای فرضی را قصد بخواند. از اون جمله نماز پیشین، نماز عصر و نماز خفتن را، یعنی فقط حضور 2 رکعت فرض ادا میکند. به همین خاطر چون که این نماز قصر هدیه خداوند جل و علا برای بندگانش است. در قصر در همچنین در کتاب‌های فقهی آمده است فقط تنها مشکلات نیست، اصلا خودی سفر مشقت دارد، خودی معنای سفر مشقت است. نه که با وجود همین حتی یک نفری که اگر در یک وظیفه عالی هم که کار کند، اگر مشقتی هم برای او پیدا نشود، اگر دستور خداوندی است که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خواندن قصر واجب و حتمی است. تا 120 کیلومتر کمتر حق طبق مذهب معمولی کشور ما حق قصر خواندن ندارد. البته در آخر همین را تمام میکنیم که همه ما و شما را که بنده مومن مسلمان هستیم کوشش میکنیم، تلاش کنیم که خداوند خاتمه عمر ما و شما را به خیر بگرداند و در نفس‌های آخران که حاصل زندگی عمر انسان است، اشارت ولا تخافوا ولا تحزنوا را توسط ملک و گوشمان برساند. خداوند ما و شما را از به ایمان مردن و از به ایمان زیستن نگه دارد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.